به افتخارش دست خوب میزنیم. بفرمایید. خیلی مراقب باشید. خیلی محبت کردید. بفرمایید. آیا در برنامه‌هایی که ما در رسانه نشون میدیم و عموماً هم در برنامه‌های اخیر به نوعی میشه گفت به صورت خانوادگی افراد رو دعوت میکنیم، گاهی زن موضوع مطرح جامعه هست، گاهی مرد، گاهی فرزند، ولی سعی میکنیم همه افراد خانواده رو دعوت کنیم و با همه وارد گفتگو میشیم و وارد ریزه‌کاری‌های زندگی اونها برای اینکه در حقیقت ترکیب خانوادگی موفق رو نشون بدیم. آیا واقعا اینها خانواده‌های تراز اسلامی و ایرانی هستند؟ حالا پشیمون شدم و میخوام تو باشی پیشم و شما شب تا صبح برنامه فقط موسیقی پاپ میشنوید. تو با منی هر جا برم، مهر تو بند جونمه، فکرت نمیره از سرم. آیا واقعا ما الگوی جوانانمون قرار هنرپیشه ها باشن فقط یا خواننده ها باشن؟ وای که چقدر من خوشحال هستم. یه سوال کوچیک داشتم، میخواستم بدونم که شما فریدون آسرایی رو میشناسی؟ فریدونه؟ من تا اینجا که نور دارم که فریدون آسرایی میشناسی؟ میگه اصلا از این تیپ آدم خوشم نمیاد. دلت یاس پر احساس، وای مریم نازم. شما آقای فریدون آسرایی رو میشناسی؟ نه نمیشناسم. تا اون روزی که نبضم بزنه ترانه سازم، با حضور خودشون و یا کاراشون توی تلویزیون سراسیما موافق برات ترانه سازم، برای شادی مردم آره خوبه، تا هنگی و سازم. قرار باشه همچین برنامه بیاد تو شبکه جمهوری اسلامی ایران دیگه خب ماهواره رو مازاد یا برات میکنن دیگه. میخوام از این صدا قفس بسازم. فریدون آسرایی. دوستان دست نمیخوان بزنن دیگه ها؟ قربونت برم فریدون خیلی خوش اومدی. الان یک خانواده سنتی ایرانی اگه بچهش بخواد همون موسیقی های راک و پاپ و رپی که تو ایام نوروز به بهانه مسائل سیاسی یا مسائل مختلف پخش شد و تو خونه گوش بده، آیا با پدر یا مادرش دچار اختلاف اندیشه‌ای نخواهد شد؟ من معتقدم خواهد شد، چون دیدم. میگه تلویزیون داره پخش میکنه، یعنی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران جای مرجع تقلید داره میشینه. یک ترازی که حالا با خانواده ایرانی نمیخونه. والستریت پوست تو کنده، دیر یا زود میشی مثل بنده، فشار خونه ما بالا میبری، وقتی جوفا روی قلبم میپره. بابا خوب کردی ما رو از سرباز، هی این ور اون ور دست انداز، دنیا افتاده توی دست انداز. هر چقدر پول های از دستم باز، همه دخترها پشته دارن منتظرن جیب میزنن، آخر اگه دیر به جنبی میان منو میبرن. بودو 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 دیره، دلم داره جایی دیگه دیره، اگه دیر به جنبی. آروم 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 آروم. شما قیافتون داشتا سوسن خانوم، گوش کن توصیه نسلی که اسید شخصی، حرکتی موضوع بدون نسک روبید سوار خانوده دست نسک، هر حرکتی بعدش به لایک چیکو چیکست با گمنو برادکس، به همه میرسی باشی ریلکس، همه یه پاتون بالا مثل لکی نکن ریز عوض شو بکو بکو برو نیا پیش من چون بنده میگردونم تو دنیا هرچی پرونده که در این دنیا باشه. تعبیر قرآن یه لهو داریم یه لعب داریم. لهو اون چیزی هست که انسان رو برای اون وضع مطلوب نگه میداره، سرگرم میکنه تا به اونجا نرسه. توی دستم جنگل، توی دستم دریا، ماه میاد تو خوابم خورده ریزه رویا.
در رویای من. دوست دارم وقتی که چشماتو میبینم. من عاشق رفتارهای تو، این ترس بی اندازه شیرینم. سادگی کن به عنوان مثال این نکته‌ای که آدم مرتبا می‌بینه توی برنامه‌های مختلف صدا و سیما، این که تا صحبت از نشاط، شادی، جشن، عید میشه، برنامه‌های تلویزیون پر میشه از انواع اقسام موسیقی ها. چه افتخار بشه رزی، میخوام یه چوت بنده رو، عاشق لانگو کپر رو، بیهوز و واسه کلیه رو. چه افتخار بشه رزی، گوشتون زیان دلو. اون چی که صدا و سیما پخش میکنه و دعوت میکنه از افراد و نمایش میده الگوهای مختلفی از در واقع افراد رو، واقعیت جامعه ما. اینا کاری برای فرهنگ میکنه، اینا برای ذائقه سازی جامعه کاری میکنه، اینا خدمتیه. هر صدا در مورد صدا و سیما تقریبا تبدیل شده به یک کار ملال‌آور از جهات مختلف. اولا اینکه سطح گفتگو در مورد برنامه‌های صدا و سیما توی سطوح مختلف تقریبا میشه گفت که به بحث پیرامون بدیهیات تقلیل پیدا کرده. و یکی از عواملی که کمک میکنه به سنگر دست دادن صدا و سیمای ماست. چرا شما قبول کردین ازدواج؟ همیشه برعکس به خانم میگم، من از آقا میپرسم. من از شما میپرسم. از چی بگم؟ از زندگی راضی؟ بسیار راضی. چرا؟ خب همسرت نیست. شب تا صبح سر کار، صبح تا شب سر کار. مصاحبه جلوی دوربین، وای فلان، استرس از این بازی مهمونی نمیتونی بری. زندگی که عشق توش باشه اصلا تمام چیزش حل شده است. داستانه که نبودش، نه غذا نه درست نکردنش، نه همش داستانه. میدونی چیه؟ داستان اینه که اگه واقعا قراره که اینجا خونه نباشه و اینکه توی محیط کارش از کارش لذت ببره، خونه بیاد، برای من خیلی ارزش داره اینکه خونه باشه. پس شما راحتی مثلا میدونی 12 ساعت جلوی دوربینه، درسته؟ میدونی نیست دیگه. آره. همین می‌خواستم بپرسم. خب می‌فرمایید. خانم گلی خانی، مهمون عزیزی که امروز در برنامه ما حضور دارن، خانم واقعا احساس کردی مجری برام هست دیگه. آره، یهو جهب گرفت من. یه اتفاق جالبی رو آنتن شبکه میفته. مدیری از مدیران سازمان میاد و شروع میکنه تراول چک به مجری و مهمانان میده. همین اتفاق تو شبکه 2 هم میفته و مجری اعلام میکنه که همین الان آقای فلانی تشریف فرما شدن و ایدی ما رو دادن. تو شبکه 3 ایدی ها رو نشون میدن که تراول چک 50 تومانی مجری 2 تا گرفته، مهمانا یکی گرفتن. بله توجه بفرمایید، همین الان جناب دکتر دالاوی تشریف آوردن، به ماها ایدی دادن. خانم قلی خانی فرمودن چرا 2 تا به شما دادن؟ بله. شما فرمودین؟ بله. خب دیگه حالا چون شما فرمودین چیز نمیتونم. بله. به خاطر اینکه من سال یه بار میام، این یه دونه شاباشه، یه دونهش همینجوری ایدی. خیلی این اتفاق بامزه است. خیلی بامزه است. گفت خرج از کیسه مهمان بود، حاتم تایی شدن آسان بود. ما رو آنتن تو پیک برنامه در شب عید یه مسئولی میاد پول پخش میکنه. پوچه یا پوچه لهویه یا پوچه تخریبی. فرزاد جون دل من برای تو میزنه، سال به سال ماه به ماه برای تو میزنه، ناز و عداد فرزاد جون جونمو در لب رسون، آتش میمهریاد تبنی دلم رو سوزون، بازم هنوز دلم. سفارش اساسی این جانب نزدیک کردن و رساندن این رسانه فرهنگساز به تراز رسانه است که دین و اخلاق و امید و آگاهی بارزترین نمود آن باشد و رفتار اجتماعی مخاطبان و نیز نهاد حساس و مهمی چون خانواده بر اساس آن شکل گیرد و هنر و شیوه های گوناگون حرفه‌ای و آزموده شده یا نوپدید یکسره در خدمت رشد این شاخص ها درآید.